صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. سالهایی که در مکتب میانه می‌خواندم، چند از مثنوی‌های نظامی گنجوی به دستم افتاد که در میان آنها اسکندرنامه هم بود. از غایت شوقی که به شخصیت اسکندر مقدونی و لشکرکشی‌های او داشتم، این منظومه را مطالعه نموده خیلی به تعجب افتادم. اسکندر آفریده نظامی گنجوی از شخصیت اسکندر مقدونی که کم و بیش از کتاب‌های درسی تاریخ خوانده بودم، به نظرم فرقی کلان داشت. آن سالها امکان نداشتم که سیمای اسکندر تاریخی و اسکندر خیالی نظامی را در اساس اخبار مورخان و سرچشمه‌های موجوده مقایسه نمایم. ولی با وجود این احساس می‌کردم که اسکندر مقدونی در این داستان همچون شاه ایدئالی و پندار خیالی شاعر به ظهور آمده، از شخصیت واقعی خود که لشکرکش غاصب، رقیب بیرحم و اصطلاحگر و شاه یکرو و خودپرست بود، خیلی دور افتاده است. واقعاً بعد گذشتن سالها ضمن افزودن دایره مطالعه و تجربه زندگی پی بردم که هدف اصلی شاعران بزرگ ما، فردوسی در شاهنامه، نظامی در اسکندرنامه، جامی در خردنامه اسکندری و غیره، آفریدن سیمای تاریخی و واقعیت زندگی اسکندر مقدونی نبوده، بلکه تصویر شاهنشاه عادل و رعیت پرور بوده است که برای پادشاهان بیدادگر و حاکمان جاهل دورشان نمونه عبرت گردد. خاصه برای آن صدرنشینان بادیه‌گرد که بعد زوال دولت سامانیان تخت و تاج شاهنشاهی برایشان چون عطای قسمت رسیده بود و از آیین دیرینه دولت و دولتداری آریایی ها و نظام اداره کنی کشور آگاهی نداشتند. و بیهوده نیست که در دوره حکومتداری سلجوقیان نظام الملک وزیر سیاستنامه خود را عاید به اصول دولتداری سامانیان و دیگر دولت‌های پیشرفته دورش نوشته، عاید به آیین کشورداری، رفتار و کردار و مناسبت و معامله امیران و وزیران، ندیمان و دیوانداران، رسم نگهداری لشکر و تأمین خزینه دولت فکرهای بس و جالب بیان نموده است. سیاستنامه برای امیران و وزیران کوتاه اندیش می بایست هم دستور مملکتداری و هم پندنامه اخلاق و آداب حمیده گردیده، عدالت و انصاف، راستی و خیرخواهی، خلق دوستی و رعیت پروری رکن اساسی آسایش و آرامی کشور می شد. ولی تقدیر بدفرجام مثل فردوسی و نظامی که در دوره سلطنت غزنویان و سلجوقیان زیستند، به نظام الملک وزیر نیز چندان وفا نکرد. اگر فردوسی در بهای زحمت گرانش از سلطان محمود غزنوی پاداش بسا ناچیزی گرفته، از غایت رنجیده حالی و آزرده خاطری، بی فرهنگی و پس فطرتی سلطان را حجب نموده در پایان عمرش رو به گریز و خفیه نشینی آورده باشد، نظام الملک بر پاداش خدمت‌های خالصانه وزیری از وظیفه برکنار شده، عاقبت کشته گردید. همین طریق هدف اصلی فردوسی و نظامی و جامی آفریدن سیمای ایدئالی اسکندر مقدونی بوده است که برای امیران و وزیران زمانشان پند گردد و رسم خلق پروری و رعیت دوستی را در ضمیر زمامداران مملکت بیدار نماید. ولی اسکندر واقعی در اصل یک فرد بود که قبل از همه در روحیه الینی تربیت یافته، اول تحت پرستاری دایه‌اش لنیکا، سپس استادانش لیونید و لیسیماخ به کمال رسیده آبوتاب اسپارتانی یافته است. دیرتر او با وصایت پدرش فیلیپ دو مدت چند علم‌های مختلف زمان، فلسفه و دستاوردهای تمدن یونانی را از عالم و فیلسوف مشهور اریستاتل می‌آموزد.
мувофиқи расми элиниҳо ӯ аз овони хурдсолӣ санъати ҷангу набардҳои танбатан ва аспсавориро аз худ намуда, аз ҳамон айём аспи дӯстдоштааш буцефалро аз демарати коринфӣ тӯҳфа мегирад. искандар аспи қайсар ва ваҳшитабиатро дар пеши чашми падар ва муқаррабони ӯ саворӣ намуда, гӯё баъди он аз падараш чунин суханони таҳсиномез мешунавад. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.